باورهای غلط در مورد مشاور خانواده وجود داره. اونم اینه که خیلی فکر میکنن زمانی باید برن پیش مشاور که رابطهشون شکست خورده. اما در حقیقت مشاور برای رشد و پیشگیریه، نه فقط برای زمان بحران. همونجور که ما برای سلامت جسمی نیاز به چکاپ داریم، برای رابطه هم لازم مراقبت داشته باشیم. مشاور کمک میکنه الگوهای تکراری و آسیب زننده رو هر چه زودتر بشناسیم و به جاش مهارت‌های تازه یاد بگیریم. روانشناسی که فقط حرف قشنگ زدن نیست. شما وقتی قلبتون درد میگیره میتونید برید پیش یه دندون پزشک بگید قلب من درد میکنه. چی کار میتونه براتون بکنه؟ پس چرا برای سلامت روانتون این کارا رو انجام میدید؟ همونطور که پزشکی با پروتکل‌های مشخصی جلو میره، روانشناسی هم یه علمه که با روش‌ها و تکنیک‌های علمی بارها آزموده شده. همونطور که یه دکتر متخصص میتونه به بهبود شما کمک بکنه، یه دکتر غیر متخصص میتونه جون شما رو به خطر بیاندازه. پس اعتماد به روانشناسی زرد و افراد غیر متخصص میتونه روح شما رو مریض‌تر کنن. با من همراه باشید. فکر میکنید همه روانشناسا کارشون یکیه؟ نه، دقیقاً همین اشتباه باعث میشه بعضیا بگن رفتم پیش مشاور اما فایده‌ای نداشت. روانشناسی شاخه‌های مختلفی داره. یکی روی رابطه و خانواده کار میکنه، یکی کودک و نوجوان و غیره. هر کدوم ابزار و روش‌های درمانی خودشونو داره. وقتی ندونیم مشکل ما مربوط به کدوم شاخه است، طبیعتاً نتیجه نمیگیریم. پس مهم اینجاست که قبل از انتخاب ببینیم که مشاور از چه رویکردی استفاده میکنه و اون تخصص مربوط به مشکل ما هست یا نیست. مرسی که همراهی میکنید.